تحریف آشکار آخوند رافضی در قرآن کریم. الذين يحملون العرش، ملائکه حمله عرش و من حوله و کسانی که دور عرش الهی را گرفتند، یسبحون بحمد ربهم، اینها کارشان چیه؟ تسبیح خداوند متعال. و یستغفرون للذین آمنوا بولایتنا، و یستغفرون للذین آمنوا بولایتنا، و یستغفرون للذین آمنوا بولایتنا. و اینها کارشان استغفار کردن از برای شیعیان ما. اینقدر ما را دوست دارن و اینقدر به ما محبت می‌ورزند، مودت می‌ورزند و اینقدر با وسیله ما و به مودت ما به خدا توسل می‌جویند که در این فکرن که اهل بیت علیهم السلام را چگونه از خود راضی بکنیم، اهل بیت علیهم السلام را چگونه از خود شادمان بسازیم، چطور تقرب بجوییم به اهل بیت علیهم السلام. جناب آخوند، چنین آیه‌ای که در آن کلمه به ولایتنا بوده باشد در قرآنی که نزد ما مسلمانان است وجود ندارد. شاید در قرآنی باشد که نزد امام زمان خیالیتان در سرداب است. با هم به این آیه گوش می دهیم تا تحریف آشکار این آخوند رافضی برایمان بیشتر هویدا گردد. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ويستغفرون للذين آمنوا بولایتنا. کسانی که عرش را حمل می کنند و آنان که پیرامون عرش هستند به ستایش پروردگارشان تسبیح می گویند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آمرزش می کنند و می گویند پروردگارا، مهربانی و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است، پس آنان را که توبه کرده اند و از راه تو پیروی نموده اند بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ حفظ نما. بینندگان عزیز، از آنجا که آخوندهای رافضی چشم دیدن پرستش الله متعال به یگانگی را ندارند و از طرفی دیگر هیچ دلیل صریحی از قرآن کریم برای اثبات عقیده باطل امامت و واسطه تراشی برای الله متعال وجود ندارد، به تحریف آیات قرآنی روی آورده‌اند. و یستغفرون للذین آمنوا بولایتنا، و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما و یستغفرون للذین آمنوا بولایتنا. و اینها کارشان استغفار کردن از برای شیعیان ما. اینقدر ما را دوست دارن و اینقدر به ما محبت می‌ورزند، مودت می‌ورزند و اینقدر با وسیله ما و به مودت ما به خدا توسل می‌جویند که در این فکرن که اهل بیت علیهم السلام را چگونه از خود راضی بکنیم، اهل بیت علیهم السلام را چگونه از خود شادمان بسازیم، چطور تقرب بجوییم به اهل بیت علیهم السلام. الله متعال در ادامه این آیه در آیه 12 وصف حال این ادعا در قیامت این گونه بیان می‌دارد: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي به آنان گفته می شود این مجازات بدان سبب است که چون الله به یگانگی خوانده می شد کفر ورزیدید و اگر برایش شریک و همتایی قرار می دادند می پذیرفتید. پس اینک داوری از آن الله بلند مرتبه و بزرگ است.